بچه خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم 3 روش برای اینکه اینترنت رایگان از برنامه ایرانسل من بگیریم و بهتون یاد بدیم. اولین روش اینه که وقتی که سیم کارتتون رو برای اولین بار فعال کنید بهتون این اینترنت رو میده و میشه که بگیم 5 گیگابایت 3 تا 5 گیگابایت اینترنت رایگان با پیامک و شارژ مکالمه هست. وقتی که دائمی میکنید هم میشه 4 روش، دائمی میکنید هم بهتون چند گیگابایت بیشتر 10 گیگ 18 20 گیگ بهتون میده با کلی شارژ و مکالمه و اینا. میبینید که من هنوز دارم، خاطر اینکه دائمیش کردم هنوز یه عالم اینترنتشو دارم. میبینید که بعدش و چهارمین روش هم از این خبره که هدیه اولین تراکنش بهتون 5 گیگابایت اینترنت میده. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله رو هم بذارین رو آگه به مزه که یه ویدیو میگیریم بهتون خبر بده و برای اینکه حسابتون نپره که کلمه انگلیسی هم کامنت کنید.